بعد زن خو گفتم دم سر سوار خستم گفتم زن وقت یک پیاله چای دم کو کمی عباس به دست عباس ری کوم این به دست عباس من چای ری کرده یعنی ساعت 9 بجه شدن در کوی زنانیه نیم عباس سه کوم خدا برف نه کرد ارجاع کردم گفتم خبر اینن همین دستار خودم جمع کو همین دستار نه و نه خیران دیگه که خدا من کمک کنه اون جمع کنه که هوا گرم میشه با میگم به خونه زنگ زنم برات میگم پیاله چای بیاره هم میگی بله اما فکر میکنی که میگی بله من میگم به زنده سر نیم تو مسلمی به می هفته سوزون دیگه به دسته جمع میکنم تو چای به دم نکدی کی میشه ترجیح کردم گفتم خیلی کمک چای دم کو به دست عباس ری کومه مامان امروز مونده نباشی میگم چکار میکن ری کو دیگه چایو بمردم آگوشنگی یعنی دقیقه بعد رای میکنی خداحافظ سلام علیکم مامان امروز اشتنی و علیکم تیاریم بخیرین جانجور خوبی شکر چیکار میکنین این چه می دستار جمع میکنم چیکار میکنم خاک به ساخت پاش میدم چرا مامان امروز عدس بچه حالا چی بگم دیگه ملک تیار خور همین ساعت 9 بجه شده من تا یک چکه چای به من جگه ناوردم خیلی دیگه میارم مامان امروز دادم بخاطر یک چکه چای تعصب خو خراب نمیکنه چه کاره؟ آدم بخاطر یک پیاله چای اعصاب خو خراب نمیکنه دیگه مامان امروز خیلی یعنی تو به اعصاب خراب نمیکنی خود نه دیگه حتما یک دیر پاک بچه به می جوانی جیغ میکنی میگه وقت بیا بین خدا کاکو بره میخزه خیلی دیگه غمی نداره و هم بچه خود داره سو وقت او میتونه بخزه مثل شما آدم کلون بیایی با مادر جیغ کردم گفتم وقت پیاله چای وقت ترک ما دام کو به دست می عباس و چه خوره کو آنو یک چکه چای دان ساعت 9 بجه شده یک چکه چای درک نداره میاره غمی نداره میگم کوکو جو تام بروز زخمو نمک پاش میدی نی مامان امروز خو خیلی همین گپات کو ازم نمکم بدتره که تو میگی خو خیلی مامان امروز من خودی خوب که بیام دون گوسپندا خوردم یعنی چای هم خودی خوب بیاردم میارم میدم شما بخورین خوبه خیر بینی وای 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 بیا تو چه کلون کو زار زحمت کش بریا ارجیق میکنی بی کل ارجیق میکنی ول میخواد چیزا خو مال پس سر خو میگذاره خیر بینی آنی ببخشیم دیگه دیش لمنیه عیاد ما برا خودی خوب بیارم از سرا ها بیا مو میگو تسر بیا دیگه تسر بیا دیگه میگو پات اینا کده کنی تسر بیا استا که ولی خوشا گندمال قد نکنی که گندمال میرزه و علیکم سیکه جی خیری هم باد بخیری میگو بله تو رجیق نکرد که بخی بیای خدا می دستار جمع کو بابا خیلی داشتیم خیلی دشتی آه. خیلی فستاری همی دستار فستاره بابا دیگه شما که بیامونین دیگه با ما که خیلی بیداشتیم مدام گفتم وقت چای ببورم حالا خبر خستی که چای بردیو ها ایتو خیلی بدون مامان نانو امروز تو بیار دیگه حالا چای ما بخورم بخیر به شما بیام همینجا باشه دیگه گوشنگی زوف کنم نگاه چه هست که نه همین مسلمان ها خانه بابا شما نونم بیاردم نونم بیا آوردم کلان تا گوش عزیزانو کو شکر کجاه
چی؟ شکر شکر یاد مبره بابا. کدش لمو دشلمه؟ او نه بابا یاد مبره. işte یادیه که یا چومیره نه شکر اودی نه دشلمه اودی نه چای تلخ خودت نونشته بخورون یاد مبره بابا. بازم تبیش تو خود بامیه کی شکر خورده؟ این بامی کی ببین تو وقت میخوره بازم تو تبیش تو که اینا چیه اودی تو بامه گناه من خمودم جا که گفتگو رو پیا خوب برک. لا اله الا الله من تبیش دیزانو که بخی باز کس خودت کو چری؟ تو ما چای میخوریم پشتوار بسته کده ورده و برای بالا خرما مه؟ نه مدر می بابا شما زب سرش و خدمای پشتار میتونم پشت کنم ببرم. نمیتونی نه بابا. نمیتونی نه شما تامه. نمیتونی نمیتونی ماما نوروز خیلی نمیتونی. جوونه. ماما نوروز نمیتونی بشینی. تنی سکو فقط تنی شطور میمونه بده برو من نمیتونم بابا. نمیتونی ماما نوروز خیلی جوونه. خیلی بد کنه. ماما نوروز. نمیتونی ماما نوروز تو خیلی. یه لکو خیلی ماما نوروز. تو بلای بعدم بابا امرو بودیم تو یه لکو زن ادیم با مثل خود ادیمی که بیعقلیه. تو سکو بسو وقت برای ادی بهمیه بردشت آورده. ما با چاش بهمیه نمیخوریم اینا با سو میارن بهمیه سو نمیخوریم. من شما رو بگیر. کی از عشق کسی دل قوقا قد دستما داره پاسبان لطف بفرمای و بده انگوله را جر باشه عباس جر باشه جر باشه کجا خیر؟ ها کجا خیر؟ یار پیار نامردی داری چری؟ من خیال میکنم من موشیاری نیام میفهمی چی میگه پیار تو صبح چی میگو؟ سو وقت بودم دالون سلام تیر شد خب سلام تیر شد نمیتونم کنم گلا گفتم کجایی رقیف گفتم من میجی ماما نوروز خب چه کار میکنی؟ گفتم فعلا بیکارم بره دارم میرم علف میارم مندازم پیش بره خوبا را منو بجید خوده بیا جمان سره بگی 20 رام برو بخود چیز میدی بخیر بزن به بدن خب ما گفتم شتن ماما نوروز شما با من 20 میدیم شما اصلا شما تا حال 5 ریپه نداده میزنه بچه خود بره بخور یک شمپوی بخره سر خود بشیرم خب خیره برای اخلا و از دیگه بگرد انا بیا گلک جان بریم خودم پشت جمع کن چطور پشت جمع کنم ما من زمین ها پشت سرا انا اینجا در نمال بده رویدین خودم پشت جمع کن تو 20 هم میدون خرج چاش دارم شوروا چه نرفتی خودیو؟ چه پشتر جمع نکردی؟ خب 20 ریپیه من نمیگم تو بگو 20 ریپیه آدم شونه پهلوش 20 ریپیه میشه یا آدم نامردی گیله نه چیاره مثلا خودی پیار رو کمک نکردی تو با چی کلون پیار کنی گیله من درس دارم گیله تو پول بودو می خودی پیار رو کمک میکنی 20 20 نمیدم هم یک دونه 50 میدم تو رو به خدا 20 رو پیش بیار بگو ما اون روز پشیمون شدم 20 که بدم پشتنی برم از ایران بگیره به کیسه بزن 20 پیار یافته ریپی یک ما خرچتونه تو کو یعنی سگو یک گپ دیگه نمیگه کچلی نگی که با ما عباس گفته شطور دیدی ندیدی کن نمیگه 50 را کجا بودی یا 50 چی نگو چی نگم این با کیسه خواهی برو مال چی بگم دل من به شما گوش خیل ما دیدم شما بسوختک بگو خیر پشیمون شدم 21 که بدین بگو خودشون پشتنی برم از من نگی که ما 50 در عباس خوبه نه غلای که دیگه برو خودی کمک این نستونی از ما بابا تر خلاص اگه بوسو ما پیانو بگو خب برو بخیر خدا تو خیر به شرط پشتن خلاص بری نشده نه برو زودتر برو دیگه خب انا میرم برو آفرین خس کردم اینو آفرین خب برو گله چایم بیار دو خودی اگه توش نشدی چایم بخور سرف یا سیاه سیاه خوبه برو انا ری که خودی پیام کمک میکنم خود که از یک پیجه تیر شدم
گلک جان گله اینجا میشنی میشتنی جان جره خیلی کجا بخیره پشته کجا پشته خود کی ماما نوروز خود ما نوروز ها فعلی نه پولی چند نمیداد 20 بالا 50 20 بالا 50 پشت کشی که تو مونده میکنه چه خب پول میده خدا بسته جان تو عرق میکنه مرچه میزنی به آه. هوا گرم عرق میکنی گرد خاک حالا عرق نکردم ای حالا که خوش که اگه بری پشت کشی بکنی بزی هوا گرم مجبوری دیگه ما پول نداریم ما پول به ما داد 20 بالا 50 بداد یعنی 50 روپیه داد به تو نه 20 بالا یعنی 70 روپیه آه اوه بیا بریم خودمون بریم اولو شفتالو میچینیم کار آسان و از بس سایه میخوری هم میوه هم میخوری تو گردن تو با خدا یک پینجایی به تو میدم به شرط کار کنی میری یا نمیری؟ طباق شما به طباق باغچه شال منم پول میکنی کار میکنم شاید کنم بیا چیه بریم خلیش خلیشی خلیشی و جا سایه یک خودتو میوه میچینیم پشته کشی جون تور میکنه با خدا قسم عرق میکنی که میگم شاید تا صبح باز به خو نمیگذاره تو جون تو بریم آه از اونا هم پول استوندی از کی اما نه به نسیه بیا بریم پولم نداده با تو چی میکنی بریم آه بریم بله چرا این گوسالار نبرده کجی یک پوری علف هم به پیش از اینا نیه اینا رو بو کشته یک گوشنگی یک روز کمی برار من کار حل نکه که به درد بخوره بله کجایی کجی آخه به صحرا گوسپندار ببردی چرا میدی تا گوساله رو نکردی نبردی خب خود آیات تو بره آخه به سراست علف هست اونا هست از نماشوم اینایه مدام که تو یک کار نکردی که من از کار تو خیر ببینم حال خوب شد می اینا بیان اینا گوشنگی بم مردی ایونا نه یک چکی ایوی به پیش اینا گذاشتی نه یک چنگ علفی به پیش از اینا گذاشتی من نمیفهم تو چه کار بشده ای بابا از دست این برار خو که من خیلی ندیدم بکش نمیگو سالار گوشنگی یک چنگ علفی ننداخته به پیش اینا علفا شون حال تو با بیار به اینا بزن اینا به می رقم چاق میشه اینا که اینا به درد اید قربون بخوره نه یک توری اوی نه یک چنگ سبستی علافه به پیش از اینا نغزده بیا ایمون بخور بیا بیا بخور دگه گوشنسوس شدی بخور که من برم سالت بیارم کم ایرم به شما بیارم نمیگو سالگک سیار باتون بلکه بید قربون کم خور بچینه چاق شکه ایر بفروشی این بزی حالت این فروخته میشه کی میخرید به 10,000 باشه یک سالت بیارم به شما بیارم